خیلی خوبیه. تجربه 93 عجب. در مدار روبرو، اول بذار مدار روبرو رو ببینیم. پمپ انرژی ما چقدره؟ آقا خورشید 12 تا میتونه بالا. از این 12 تا ما 2 بخش پایین خواهیم اومد. اگر توان تلف شده در مقاومت درونی، توان بد، توان مساحت ها دقیقاً، یعنی این در اینه. آها بسیار خوب. میگه 8 باشه. مساحت قرمز، مساحت بد 8. مقاومت آر چند ohmه؟ اون آر بزرگه رو میخواد از ما که توی این ارتفاع خوابیده. پس یعنی وقتی صحبت از توان کرده استاد موافقی بریم سراغ خود توان، مزرعه رو درست کنیم؟ اینم مزرعه. آها بسیار خوب. در این مزرعه پمپ انرژی ما خودت گفتی 12 تا میریم بالا. احتمالاً 2 بخش پایین میایم دیگه. بله بله. بسیار خوب. آقا عرض این یکسانه چون توی یک مدار قرار داریم. یه حلقه داریم. بسیار خوب. آی منتظری ما اینجا چقدر پایین میایم؟ آره کوچیک ضرب در آی. آره کوچیکو داریم بله. 2 ohm ضرب در آی. بله همینجا نگه دارید. من میتونم الان مساحتش رو مگه نگفتم؟ سرزمین بد یعنی این. آره دقیقاً. و سرزمین خوب ما هم این قسمته. بله. آقا سرزمین بد رو قرمز کردم. قبول. ضرب این در این چیه؟ 2 آی ضرب در آی میشه 2 آی 2 که برابر 8. خودش گفته دقیقاً. مساحت سرزمین بد. پس 2 آی 2 8 یعنی آی 2 4. پس آی میشه 2. دقیقاً. پس شدت جریان ما در اومد. آها. حالا از شما چی خواسته؟ مقاومت آر بزرگ. پس یه کاری بکنیم. بسیار. استاد الان از مگه آی رو در نیاوردیم؟ چرا؟ پس این چقدر؟ میشه 4. دقیقاً. پس من یه ارتفاع 4 دارم، اینجا ارتفاع 12 دارم. پس این ارتفاع من باید بشه 8. درود بر شما. پس این ارتفاع 8. خب اگر این ارتفاع 8 باشه، چون آی من برابر با 2 هستش، 2 آر میشه 8. پس آر من میشه 4. آره رو پیدا کردم. ایول. خیلی باحال بود. خیلی باحال بود. اما فقط واسه این که بچه‌ها فکر نکنن در سرزمین خوب خب چیز بدی در میاد ما گل میکاریم. مرسی. کاربردی نداشت. خیلی جالب. درود بر شما. آقا مرسی از همراهیتون. دست شما درد نکنه. بچه‌ها خیلی دوستتون داریم، انقدر که نمیدونید.